سلام همدیاران عزیز، درسی سیوم است از کتابی New Grammar Time 2. همه شما را خوش آمدید میگیم به این کانال و تشکر میکنیم از شما برای تماشای این سلسله نوارهای ما، سلسله نوارهای آموزشی کانال ما که همگی درباره زبان هستند، آموزشی زبان ها هستند، زبان های خارجی. خب کسانی که درس های ما رو پیگیری دارن، ما شما درسی گذشته تا اینجا آمده بودیم. تا اینجا امروز باشد یک موضوع جدید است، موضوع be subject pronouns، یعنی be گفته همون verb to be است، فعلی بودن، و subject pronouns یعنی جانشین های شخصی. خب دیگر در اینجا subject یعنی فاعل، معنای فاعل رو دارد. جانشین های فاعل میشه ترجمه کرد. اگر personal pronouns آمد جانشین های شخصی، اگر subject pronouns آمد یعنی جانشین های فاعلی، یعنی هر دو یک است. خب به رسم یکم نگاه کنیم. در اینجا میگه This is my cousin Jenny. She is from Australia. در اینجا برین جیانش رو معرفی دارد به دیو و زوی. میگه این جیانی من است، جنی وای از استرالیا است. و در اینجا دیو میگه Hi Jenny, I am Dave. میگه سلام جنی، من دیو هستم. و جنی میپرسد که You are very tall. تو خیلی قد بلند هستی. tall گفته بلند، قد بلند رو میگه. Are you a basketball player? آیا تو بازیگری بسکتبال هستی؟ بازیگری یعنی بسکتبال چه ترجمه کنیم؟ بسکتبال باز ترجمه کنیم، یعنی فوتبال باز داریم، بسکتبال باز میشود. آیا تو بسکتبال باز هستی؟ خب میشود خیلی ترجمه کرد و میشود آیا تو بازیگری بازی بسکتبال هستی؟ و دیو میگوید Yes I am. بله من هستم. در اینجا وقتی گفت Yes I am دیگر دیو همراه توتی یعنی حیران شدن، چون که شاید که این شوخی دارد و بازیگری چی نیست، بسکتبال نیست. و رسمی سیم رو نگاه کنیم. Who's that؟ یعنی وای کیست؟ جنی میپرسد و زوی در جواب میگه It's Corky my parrot. It's Corky my parrot. وای کورکی است یعنی توتی من. my parrot یعنی توتی من. و در رسم چهارم توتی میگه Who am I? Who am I؟ یعنی من کی هستم؟ Who are they؟ اونها کی هستند؟ اونها کی ها هستند؟ زوی در جواب میگه You are Corky. They are your friends Brian and Dave. This is Jenny. خب یعنی اونها تو کارکی هستی، اونها دوستانی تو هستن، براین و دیو و این جنی است. خب مثل هر وقت در یعنی پایان این گفتگوها کمی معلومات درباره گراماتیک پیشنهاد میکنه. مثلا در اینجا جمله های تصدیقی هست I am Jenny، یعنی که اختیار دوم، یعنی به شکل مختصر I am Jenny، I am Jenny، I am Jenny، I am Jenny، یعنی هر دو درست است. زیادتر I am استفاده میشد. I am Jenny، he is Jenny، she is tall، it's in the park، it's in the park، we are in the park، we are tall، we are they are in the park مثلا. خب معناها فهمو هستن، فکر میکنم نیاز به ترجمه ندارن کسانی که در درسای ما تا کنون هستن. اما کسانی که نفهمیدن معنی اینها رو خواهش میکنیم به کتاب یکم مراجعه کنن، درس ها رو از اول پیگیری نمایند. خب و جمله های انکاری یعنی که منفی
I am not. شکل مختصر I'm not. I'm not Jenny. من جنی نیستم. He's not tall. She's not tall. یعنی که شکل دوم یعنی she isn't. She isn't. یعنی she is not می شود و she isn't می شود. هر دو درست است و زیادتر isn't استفاده می شود. She isn't tall. She isn't tall. It isn't tall. It isn't tall. It isn't tall. We are not in the park. یعنی که we aren't in the park. We aren't in the park. You aren't in the park. They are not in the park. یعنی اینها بودن جمله های تصدیقی و انکاری. اکنون در طرف دستی راست نگاه کنیم. WH questions and answers یعنی سوال های WH و جواب ها. یعنی مقصد از WH چی است؟ یعنی سوال هایی که با WH آغاز می یابند. مثلا در اینجا نگاه کنیم who, where, what همش با WH است و اینجا سه تا آورده است. یعنی WH question زیاد است، تقریبا شاید یکان 8-10 کلمه سوالی WH question باشد. مثل در اینجا who, where, what آمده است. موضوع هست مثلا when, why, خب which، خب و مثل همین ها. یعنی خب اینها رو میخونیم. Who is Jenny? Who is Jenny? جنی کی است؟ جنی کی است؟ She's my cousin. She's my cousin. She's my cousin. یعنی وای جنی من است. Where is Corky? Where is Corky? Where is Corky? Corky در کجاست؟ He's in the garden. He's in the garden. یعنی وای در just باغ است. garden میشود باغ. What is that? What is that? این شکل پر است و شکل مختصر What's that? What's that? What's that? What is that? It's my bag. It's my bag. یعنی وای چیست؟ این جزدانی من است. یعنی که با زبان روسی بگیم سمکه من است. و چخیلی گفتیم دیگر WH question ها نیز هست. مثلا when can I see you? When can I see you? من تو را کی دیده میتوانم؟ جواب میتیم You can see me tomorrow. You can see me tomorrow. تو میتونی ما رو فردا ببینی. یا مثلا Why do you say that? چرا اینخی گفتی؟ Why do you say that? چرا اینخی گفتی؟ Because I want like this. Because I want like this. با خاطری که من این رو میپسندم. من همیشه دوست میدارم مثلا. یا مثلا which drink do you want? Which drink do you want? یعنی چی نوشیدن میخوایی؟ مثلا میگیم I would like water. I would like water. من آب نوشیدن میخوام. خب این بود یک معلوماتی مختصر درباره WH question. در درس‌های آینده شاید که به شکل پرتر برای شما بیان کنیم اینها رو. خب جمله های سوالی درباره استفاده بردن جانشین های فاعلی. مثلا am I Jenny? Am I Jenny? آیا من جنی هستم؟ Is he Jenny? آیا وای جنی هست؟ Is she silly? آیا وای مثلا نادان silly گفتن یعنی نادان احمق و مثل همین ها استفاده می شود. خب Is it in the park? آیا وای در باغ است؟ Is it برای پرنده استفاده می شود مثلا. Is it یا برای حیوان برای شکل بیجان. Are we in the park? Are you in the park? Are they in the park? خب دیگر معناها فهم است. و اینها بودن جمله های سوالی. جمله های جوابی یعنی ما چه جواب میگردونیم. اگر یک نفر گفت که Am I Jenny? آیا من جنی هستم؟ Yes. مثلا با این جواب میتیم Yes you are. بله تو هستی. اما اگر برای خودمون جواب بدیم Yes I am. No I'm not. No I'm not. Yes he is. No he isn't. یعنی که Yes she is. No she isn't. Yes we are.
No you aren't. No you aren't. No they aren't. خب اینا جمله های اینکاری بودن. جمله های اینکاری. خب به خاطر اینکه درس ها زیاد نشوند، یعنی کوشش میکنیم تا مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه تا 15 دقیقه انجام یابند و همون خاطر درس رو در همینجا خاتمه میبخشیم. از درس آینده همین موضوع هست اما تمرین کار میکنیم، یعنی اینجا جایهای خالی را پر کردن نکن. اما موضوع همون موضوع verb to be و subject pronouns است. خب در همینجا موضوع درس امروزه به پایان رسید. یگون پیشنهاد، توصیه، گفتنی داشته باشید میتوانید در زیر شرح نویسین یا در همون کامنتاریا نویسید. خیلی خوشحال میشیم و تشکر میکنیم از یک شما برای اشتراک در درس امروزه و تماشا کردن درس امروزه. موفق و مؤید و سربلند باشین. تا درس‌های نوبتی. خداحافظ.